خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از بیلد ریویو. انصافا جا داره یه موشن خفن برای این بیلد ریویو بزنم، حالا یه کاریش میکنیم. قبل اینکه بخوایم با هم دیگه برنامه رو شروع کنیم، اگر نمیدونید بیلد ریویو چیه، پیشنهاد میکنم قسمت اول این برنامه رو از دست ندید. اگر هم که نمیخواید ببینید یا حوصله‌شو ندارید، تا آخر این برنامه با من همراه باشید و قطعاً متوجهش میشید. مهمون این هفته از برنامه بیلد ریویو آقای رضا طباخیه. تو این قسمت از بیلد ریویو قراره با هم دیگه بریم سراغ یکی از خاص‌ترین 206 های ایران. امکان نداره که ماشین باز باشی یا حداقل یه علاقه زیادی به دنیای خودرو داشته باشی و اسم پلاک کار به گوشت نخورده باشه. بیزنسی که شروع کارش با تولید پلاک‌های خاص و کاستوم بود و الان به جای رسیده که به نظر من شخصا یکی از اصلی ترین پیش برنده های کامیونیتی ماشین بازی فارسیه. همیشه من گفتم ماشینایی که بیلد میشن یه اثر هنری هن که بازتابی از ذهنیت مالکشونن و شما برای اینکه بتونید یه بیلد رو بفهمید باید ابتدا مالکش رو بشناسید. و همین دلیله که قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ خود ماشین و ببینیم که اصلا خود ماشین چقدر دیتیل داره و چقدر روش کار شده، باید بریم سراغ شناختن صاحبش. آقا رضا طباخ 24 ساله و ساکن شهرستان بناب از آذربایجان شرقی. از 15 سالگیش روی پیج 206 سواران کار میکرده و با یه مقدار از پولایی که از اون طریق به دست آورده توی سال 2021 رسما بیزنس خودش رو به اسم پلاک کار شروع کرد. دانشگاه نرفته و به محض اینکه 18 سالگیش تموم شد رفت سربازی تا بعد از اینکه برگشت کسب و کار خودش رو شروع کنه. آقا رضا قصه ما یکی از خلاق ترین آدمای ایرانه. حالا چرا؟ دلیلش اینه که از همون اول ایده کلی شروع کارش این بود که چیزایی که به لطف ایرانی بودن ما برامون در دسترس نیست و به لطف نبودن اونا نمیتونیم اونجوری که باید ماشین بازی کنیم و برامون به مقام بیاره. الان میتونم بهتون بگم که توی سال 2024 چیزی نیست که توی پیجای ماشین بازی خارجی ببینید و ازش خوشتون بیاد و نتونید توی پیج پلاک کار پیداش بکنید. از کفپوشای کاستوم شده بگیر تا سردنده های کاستوم شده تا رودریای کاستوم شده تا تقریبا هر چیزی که شما فکرشو بکنی. ترندهای یکم قدیمی‌تر مثل آندرگلو که جزو اولین آدمایی بود که توی ایران فهمید که دوباره آندرگلو داره ترند میشه و به شدت هوش ماشین بازی داره. وقتی که میگم ذهن این آدم حد و مرزی نداره، یعنی اینکه بعد از این همه کار کردن که تونسته یه دونه تویوتا جی تی 86 بخره، ریز به ریز این ماشین رو داره صفر میکنه. یعنی میره سراغ یه جاهایی از ماشین و یه چیزایی از ماشین رو باز میکنه که به عقل جنم نمیرسه. یه میل عجیب و غریبی این آدم به نظر من به کمالگرایی داره، به پرفکشن بودن داره. ماشین این آدم 206ش که موضوع بیلد ریویو امروزه جزو اولین 206 هایی بود که توی ایران با استایل WRC جمع شد. وقتی که میگیم WRC یعنی نه فقط سپر عقب و جلو، یعنی WRC. پژو 206 ایشون جزو اولین 206 هایی بود که توی ایران یه لیوری کامل داشت. یعنی وقتی میگم یه لیوری کامل یعنی یک لیوری بی‌نقص و یک کپی دقیق از پژو 206 WRC. یعنی عملاً نزدیکترین چیزی که توی ایران ما میتونستیم به پژو 206 WRC داشته باشیم. فیس ماشینش قبل از اینکه بخواد به WRC تغییر بکنه RC بود و اونم نه RC، یکی از خاص‌ترین RC های ایران بود. درسته که کلافه در رو عوض نکرد، موتور رو عوض نکرد، ولی از جزئیات چیزی کم نداشتین ماشین. و این نکته خیلی جالب دیگه ای هم که باید بدونیم اینه که جزو اولین آدمایی بود که توی ایران رفت سراغ ماشین ترک استایل که آخرام ما نفهمیدیم این ترک استایل یا تورک استایل. توی ایران به لطف محدودیت هایی که داریم و اینکه ماشین برای خیلی ها جدا از اینکه وسیله زیر پاشونه و عشقشونه سرمایه‌شون هم هست، خیلی از خلاقیت ها رو ما نمیتونیم ببینیم. ولی این قضیه متاسفانه منتهی شده به اسم اینکه خیلی از ماشین بازی دنیا عقب باشیم. رضا به نظر من جزو آدماییه که نه تنها از ماشین بازی دنیا عقب نیست، بلکه همیشه سعی میکنه خودش رو نه تنها بروز بلکه یک قدم جلوتر از حتی خیلی از تاپ ناچ‌های دنیا قرار بده. برای اینکه بهتر متوجه منظورم بشید باید به جزئیات دقت کنید. جزئیات یعنی چی؟ یعنی که ماشین رضا اگر اولین نه که احتمالاً اولین جزو
اولین 206 که فیتمنتش استنس بوده. یعنی چی؟ من قبلا یه شورت گرفتم از روی حالا خود پیج رضا در رابطه با همین موضوع. فیتمنت ماشینا چیزیه که تو ایران خیلی آدمای محدودی هن که بهش دقت میکنن. فیتمنت همون منظور ارتفاع ماشیناست و نحوه قرارگیری رینگ و لاستیک و وضعیتش نسبت به گلگیر خود رو. چیزیه که توی ایران خیلی ها عشقشو دارن. میبینید که ماشیناشونو کفخاب میکنن، ماشیناشونو شوتی میکنن، ماشیناشونو نمیدونم روسیه استایل میکنن، ولی متاسفانه خیلی محدودن آدمایی که علمشو داشته باشن که دارن چی کار میکنن و سعی کنن اون کاری که دارن میکنن رو به بهترین نحو ممکن انجام بدن. وقتی یه نگاه به فیتمنت رضا میکنیم اینو میبینیم که این فیتمنت چقدر دقیقه، چقدر پرفکته و چقدر نیست توی ایران. رینگایی که زیر ماشین رضا با اینکه فکر میکنم یه سال از اینکه انداختتشون گذشته، ولی هنوز همین یه دست رینگ ازش هست توی ایران. باز هم خلاقیت آدمو نشون میده. من توی بیلد ریویوهای قبلی هم گفتم هزینه 100% مهمه. یعنی امکان نداره اینکه شما چقدر پول خرج میکنی روی ماشینت روی بیلد نهایی تاثیر نداشته باشه، ولی باید این فکت رو در نظر بگیرید که چه کسانی بودن که خیلی بیشتر از آقا رضای قصه ما روی ماشینشون هزینه کردن، روی 206 شون هزینه کردن و باز هم خروجی نهایی به این دلچسبی نیست. راستی این نکته هم تا یادم نرفته بهتون بگم که اگر که با ویدیوهای من حال میکنید چنلمو سابسکرایب کنید، چون که به ازای هر 100 تا سابسکرایبر قراره یه دونه از این هات فیلزایی که تعدادشون توی دنیا خیلی محدوده و واقعا جزو مدلای لیمیتد هات فیلزن که قیمت هر کدومشون شاید به 20 دلار هم برسه، گیو اوی کنیم به ازای هر 100 تا سابسکرایبر یه دونه. همونطوری که اگه ویدیوهای قبلی منو دیده باشید در جریانش هستید، نمره‌ای که توی بیلد ریویو ها ما به ماشینا میدیم بر اساس یک لیست و فرم کلی نیست، بر اساس خود ماشینه. همونطوری که گفتم یکی از نکته هایی که خیلی باید ما بهش توجه کنیم اینه که هر ماشینی چرا جمع شده، چون که هر ماشین همونجوری که بازم قبلا گفتم برآیند نگاه صاحبشه دیگه. ما باید ببینیم که این ماشین اصلا برای پرفورمنس جمع شده، برای زیبایی جمع شده، برای این جمع شده که وقتی تو خیابون میبینیش ازش لذت ببری، یا برای این جمع شده که تو خیابون در حد 1 ثانیه بتونی ببینیش و از بغلت مثل گلوله رد بشه. این ماشینیه که به نظر من خیلی ها باید از روش الگو برداری کنن، چون وقتی اوورال بهش نگاه میکنی شاید خیلی هزینه سنگینی رو حالا بجز رینگ و لاستیکاش که تا قبل از این هم چالنجر 17 بود که خیلی ها میندازن نبینی. یعنی صرفا یه سپر عقب، سپر جلو، چیزی که به چشم میبینی، یه حالا شاید صندلیای خاص باشه، یه فرمون خاص باشه و چیزی که اوورال به چشم من و شما مخاطب میاد همینه. ولی ماشین فلوی خاص خودشو داره، ماشین نظم خاص خودشو داره، ماشین اون خودش رو پیدا کرده، چیزی که تو خیلی از 206 های سپر عقب جلو WRC دیگه نمیبینیم. این دلیلش برمیگرده به کمالگرا بودن مالک این ماشین، به اینکه ماشین سفید رو رفته سرامیک کرده که به حد اکثر اون رخی که میخواد برسه. شاید چراغ عقب عجیب و غریب و نمیدونم مولتی کالر و فلان و اینایی نداشته باشه، شاید صرفا یه چراغ جلوش کاسه کروز باشه، ولی یعنی میخوام بگم اینا مهم نیست. اینکه شما بری مثلا 15 میلیون 16 میلیون، حالا نمیدونم چقدر هزینه لنزای چراغ جلوشو کرده ها، احتمالاً خیلی ارزون نشده، ولی اینکه بری مثلا هم 12 میلیون چراغ جلوی مورتی فلان زب در دایره دار بخری، باعث نمیشه که بیلدت خفن بشه. این بیلد شما رو خفن میکنه که همه چیز ماشینت و همه چیز ماشینت بیاد. نمره‌ای که میخوام به این ماشین بدم در نهایت نمره 9 و 25. یه سری دلایل داره. یکی اینکه 10 خب طبیعتا نمیتونم بدم چون اولین 206 که رفتیم سراغش، باید سراغ 206 دیگه هم بریم و مقایسه کنیم. اما نمره 9 و 25 چرا اون چند نمره به خاطر چی کم شده؟ یکی از چیزایی که من به خاطرش تا حدودی این نمره کم کردم، یکیش به نظر خودم این فلوی داخل ماشینه. یعنی من شخصا حس میکنم که اگر از رنگ آبی استفاده میکردن داخلش بیشتر مینشست روی قالب کلی ماشین، یا زرد با توجه به کاپرینگ ماشین. ولی خب ماشین از قبل این رینگا جدید روش نصب شده و بازم میگم فلوی خاص خودشو داره. اون لاینای قرمز داخلش به شدت عالیه و صرفا سلیقه من نیست. در نهایت
باید میگم که این ماشین یکی از با اختلاف زیاد چشم نوازترین 206 های داخل ایرانه. خیلی ممنونم که تا اینجا این ویدیو همراه من بودید. توی کامنت ها حتما بهم بگید که دوست دارید بیلد ریویو بعدی از کی و از چه ماشینی باشه. اگرم که کلا با این مدل گپ و گفتای دوستانه ماشینی حال میکنی، چنلمو سابسکرایب کن. تقریبا هر روز سعی میکنم که براتون بهترین ویدیوهای ماشینی رو پیدا کنم و بذارم و با هم دیگه یه گپ و گفتی داشته باشیم. در ضمن شاید هر روز نتونم ویدیوی لانگ بذارم، ولی هر روز ویدیوی شورتو داریم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.